خیلی گرمه. به افرادم هم بده. بله. گوش کن. بله. پسری که اونجا نشسته رو میبینی؟ بله. یک کم به اون بده. بله. من پول ندارم. من ازت پول نخواستم. من هم سن پدرت هستم. اینو به عنوان هدیه ازم بگیر. بفرما. بگیر پسر. بخور. هی پسر، از رئیس بزرگ تشکر نمی کنی؟ دادن آب به یه تشنه ثوابه و به خاطر من ثواب کردن. حالا من باید ازش تشکر کنم یا اون از من؟ باید قبول کنم که یه پسر معمولی نیست، چون داره منطقی حرف میزنه. فراموش کرده بودم لالان که برنجم سنگ ریزه داره. و تو دوشمت چرا نمیری مغازه باز کنی؟ برات خیلی سود داره. کثافت! به خاطر دشمنی با دوشند اشتباه بزرگی کردی و نتیجهشم میبینی. حالا دیگه با تفنگ نه، با این تبر اینقدر تیکه تیکت میکنم، انقدر تیکه تیکت میکنم که تمام مردم شمال هند همه جمع بشن و نتونن با هم بچسبونن. بیا بریم. چرا نجاتم دادی؟ چون هم سن پدرمی. یعنی اینقدر دیوونه ای؟ شما مجبورم کردین بشینم توی ماشین، وگرنه بیشتر از ایناشو میدیدی. باید یه نصیحت میکنم، با دقت گوش کن و عمل کن. از زندگیت لذت ببر تا زندگی در مقابلت کم بیاره. اینقدر بخند تا گریهات کم بشه. عصبانیتتو دور بریز و با لبخند دشمنانتو نابود کن. فهمیدی؟ قلب من عزا داره. 10 تا از افرادم کشته شدن، منم 20 تا از اونا رو میکشم. اما نقطه جوش مغز منو ببین، کاملا صفره.
اسمت؟ میخوام فراموش کنم که کی هستم و اهل کجا. با این وجود من میخوام بدونم میتونی به رئیس بزرگ اعتماد کنی؟ چی میگی رئیس؟ اینجوری شد که رئیس بزرگ اون پسر یتیم و وارث دل و دنیای خودش کرد. به اون پسر بی اسمی داد که کاملا لایقش بود. رئیس. رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می‌کند. یک پسر جان سلطان حمل و نقل آریانا را نجات داد. ساتیاکانت، داری خبر 15 سال پیش پسرتو دوباره میخونی؟ وگونه تو خوب میدونی که سوریه جون سلطان حمل و نقل هریانا رو نجات نداده، جون یک گنگستر رو نجات داده و چنین کار پستی رو فقط اون میتونه انجام بده. ساتیاکانت، زمان زخمای عمیقم خوب میکنه. زخمای خوب میشن که به جسم انسان صدمه زده باشن، اما این زخم به روح من آسیب زده. ساتیاکانت، اونم مثل شیو پسر شماست، نسبت خونی داره. نسبت خونی رابطه به وجود نمیاره، با حفظشون رابطه به وجود میاد و شیو برای من این رابطه رو حفظ کرده. شیو من چقدر ساده و با فرهنگه، برای کمک اول از همه دستشو میاره جلو. حتی پشت سر من کار اشتباهی نمیکنه. और आज के जमाने में भी बड़ों के पैर छूना कभी नहीं भूलता. هر جا میره یه نشونی از خودش باقی میذاره. آره درسته. سلام. شیو اومدی؟ گوش کن، فردا باید بری دهلی پیش داییت. وسایل تو جمع کن پسرم. چشم پدرجان. خب شیو عزیزم بشین. تو آماده ای؟ چی شده؟ تو دانشگاه چند تا زرد شده و به تازه وارد زور گفتم، بعد منم چلوندمشون. ببین پسرم، تو این جور موارد دقت کن وگرنه زمین میخوری. کی خورده زمین؟ نه هیچ کس نخورده زمین، فقط داشتم بهش میگفتم توی زندگی باید احتیاط کنی وگرنه زمین میخوری. آره نصیحت خوبی کردی. ببین پسرم، میدونی تو رو میفرستیم دهلی پیش کی؟ پیش داییت، بازرس پلیس زورآور. اون ازت مراقبت میکنه. شنیدم اون یه آدم معمولی نیست، تمام دهلی از آوردن اسمش میترسن. حتی شنیدم از پاندی و باجیر و سینگام هم قوی تره. زورآور انقدر زیاده که اگه دنبال خلافکاره بره حتما اونا رو میگیره. ای بچه من چرا میزنی؟ من نزنی ای دیوونه ها حسابتونه میرسم چند نفر به یه نفر. آخ دایی جون باورم نمیشه، من حتی خوابشم نمیدیدم بیام دهلی و شما رو اینجوری ببینم. چه اتفاقی افتاد؟ خواهرزاده جان، اونا 20 نفر بودن و من تنها، اما 20 تاشونم ناکار کردم. من بازدستورآورم، میتونم به گل رز بوی بد بدم، به مرغ آنفلانزای مرغی بدم و کله کچل رو شیپیشی کنم. بس دیگه، درست دروغ بگو. شیف
بله. واقعیت اینه که این اصلا بازرس شجاعی نیست. کامیمی برعکس اون خیلی بازرس پستویه. چیه؟ کامیمی آروم باش آروم باش. از ولگردای خیابونی کتک خورده اومده. تو لایق این نیستی که شوهر من باشی. حتی لایق پوشیدن این یونیفرم هم نیستی. بازرس چه ضربه استاد این سر خواهر زاده. راستش من معاون بازرس هستم خب، اما یه بار نتونستم کارمو درست انجام بدم. حالا ببین باید 3 روز برم از خواهر اون سروان دیوونه آیوشمان تاکور محافظت بکنم. خب حالا با این دست شکسته من چجوری باید برم؟ جایشان اینو ببینید. چه کار میکنی؟ اینو میبینی؟ آره. با پوشیدن این یونیفرم یه آدم معمولی هم میتونه یه قهرمان بشه. تو این لباس یه آدم بد هیکلم خیلی خوش هیکل میشه، حتی خوش تیپ هم میشه. یه فکری چه؟ من یه فکری دارم. فقط تو میتونی من از تعلیق شدن نجات بدی. یعنی چی؟ تو به جای من برو به عنوان معاون بازرس زورآور برو زورآور شو. برو دایی جون یه لحظه، این کار ممکن نیست. من دارم بهت میگم چرا آقای رئیس منو برای این کار انتخاب کرد. چون اون میدونه که این کار فرمانیته است و خواهر اونم فکر میکنه که تو زورآوری. اون تا حالا منو ندیده، تازه اومده تهران. فقط 3 روز دیگه. بگیر اینم عکسشه. مشکل چیه دیگه؟ آنکیتا؟ آره اسمشم تو رو میشناسی؟ آره خوب میشناسمش. پارسال اونو تو جشن دانشجویی دیدمش. واقعا رفتارش فوق‌العاده بود. वो माइंड ब्लोइंग आला, सबसे अलग, सबसे जुदा. ये एक नजारा है जो हजारों बारी पहले भी आ चुका है. लेकिन साला हर बारी इसका असर कमाल का. سلام آنکیتا. شیف؟ آره. ببینم تو پلیس شدی؟ آره وظیفه دارم اینجا باشم برای حفاظت از تو. اما تو از که تبدیل به زورآور شدی؟ این؟ برات میگم بیا. So much good. Hey Ankita. Hey. How are you? I'm good. شیف دیمپل. سلام دیمپل. سلام. شما برید من موتور پارک میکنم میام. باشه. آنکیتا سلام. ویشال من قبلا با دوستان برای امروز برنامه ریزی کردم. ازدواج ما برنامه ریزی شده آنکیتا. پدر من و برادر تو برنامه ریزی کردن و پدر من. मेरे पॉप कौन है? پدر من کیه؟ میدونی که وزیر کشور جناب پرادان و این حفاظت پلیس که از تو میشه میدونی به خاطر کیه؟ من. چون تو باید با من ازدواج کنی و اگه کس دیگه چنین خیالی داشته باشه میفرستمش اون دنیا. آره ببخشید ویشال فیلم داره شروع میشه. آنکیتا فیلم شروع شده اما اگه نذارم که بری فیلم نگاه کنی چی؟ ها؟ دست قبل کن ویشال. چه جالب وگرنه
شیف حالت خوبه؟ آنکیتا مشکل بزرگی درست شده. مشکل وقتی درست میشه که داداش بفهم. زود باشین. تکون بخورین. چرا ما رو آوردید اینجا؟ وقتی باهاتون درست برخورد میکنم نمیفهمی. گفته بودم که اگه برخلاف دستور وزیر کشور پرادن فعالیت کنید یه روزی مثل سگ کشته میشیم. الان فقط یه راه نجات دادیم، منو بکشید و فرار کنید. چرا از مرگ فرار میکنی؟ همینجوری آدم ها مرگ و بدنام میکنن. این زندگیه که آدم ها عذاب میده. कचरा क्लियर, अपना रिकॉर्ड भी क्लियर. آقای پرادان کارتون انجام شد. عالیه. آیوشمان، بعضی وقتا نمیتونم تشخیص بدم که تو پستری یا من. چه فرقی میکنه؟ ما هر دو از کشور محافظت میکنیم. اگه میخوای تصمیمی بگیری پس تصمیم بگیر من رئیس پلیس بشم. من وقتی برگه ترفیع تو امضا میکنم که خواهر تو و پسر من سند ازدواج رو امضا کرده باشم. منم نمیفهمم آقای پرادان که کی پستره، من یا شما؟ چی کار کنم آیوشمان؟ پسرم به خواهر تو علاقمند شده و درخواست پسرم رو سر من جا داره. خب پس به این مناسبت امروز خونه تو جشن میگیریم باشه؟ قربان چه؟ پلیس بیشارو بچه‌لی کتک زده و از بالا پرتش کرده پایین. چی؟ چی شده آقای پرادان؟ آن پلیسی که برای محافظت از آنکیتا فرستادی ویشا رو کتک زده، از طبقه اول ساختمان مرکز خرید پرتش کرده پایین. زورآور؟ هر کی که هست. اون دست پا چلفتی ویشال کتک زده. من بررسی میکنم. ماشینو بیار. قربان. ای چادو. یادو هستم قربان. هر دو شکی. فیلم دوربینای مداربسته ساختمون مرکز خریدو برام بیار فوراً. بله قربان. زورآور نمیتونه کار زورآور باشه. کوئی اور ہی ہے. داداش اون بی تقصیره. Hey! What the hell is this?
قربان همش تقصیر منه. من لباس خودمو بهش دادم. اون بیچاره تازه اومده دهلی. شادو یادو هستم قربان. هر دوش یکیه. نامه تعلیق اینو تایپ کنه برای شیف پرونده تشکیل بده. اتهام اول زد و خورد در مکان عمومی. دوم روی پسر وزیر دست بلند کرده. سوم پوشیدن لباس پلیس در حالی که فرد عادیه. چهارم به افسر پلیس حین انجام وظیفه سیلی زده. سیلی؟ کی سیلی زد؟ خب زد دیگه. حالا بنویس. پنجم با اجازه. شما چه کار میکنید جناب سران؟ شما دارید از قدرتتون غیر قانونی استفاده میکنید. این دیگه کیه؟ ایشون ببینید ایشون پدر شیوه. من خبرشون کردم. پدر جون. سلام پدر جون. سلام. باید زودتر میگفتید. چیزه آخه پدر جان شما چرا اومدید اینجا؟ اگه میگفتید خودم میومدم. بگید چی میل دارید؟ قهوه سیاه چای سبز برای پدر جون آب بیار. لطفا بشینید. بفرمایید خواهش میکنم. ساتیا آیوشمان احمق نادون. احساسات فیلمی. زخم اینجا درد اونجا. بس کن آیوشمان. جناب سروان شما چی کار بارگم شو. گوش کن پیری. آیوشمان حالا پسرت هر روز توی زندان عذاب میکشه. شب و روز کاری میکنم آروم عذاب بکشه تا حد مرگ بهش فشار میارم. اندازه نفسایی که بکشه براش جرم میتراشم. یه زندگی بدتر از مرگ براش درست میکنم اما نمیکشمش، چون که همینجوری مردم مرگ و بدنام میکنن پیری. این زندگی که عذاب میده. حالا گم شو لعنتی. ساتیاکانت قانون اینجا، اصول اینجا، مردم اینجا همه مال آیوشمان تاکوره. اما باید هر طور شده عدالت رو برای شیو اجرا کنیم. برای بریدن آهنی مثل آیوشمان تاکور ما به چیز قوی تری نیاز داریم و تو میدونی که من در مورد کی دارم حرف میزنم. درست میگی راگانت. پر چقدرم کثیف باشه برای خاموش کردن آتش کافیه. آیوشمان تاکور برای کشتن زهری مثل تو باید از زهر استفاده کرد. اونو صداش میکنم و اون میاد. دیگه زندگی تو را عذاب نمیده، اون عذاب میده. اون مثل کوه میاد که شاخ تو رو در جا بشکنه. اون میاد به خاطر پسرم باهات مبارزه کنه.
اومدی تا عدالت رو برای کشاورزا برقرار کنی؟ اومدی حقشون رو بهشون بدی؟ بس بیا وسط. اونجا چی کار میکنی ها؟ آهای کچل بیریخته بی کتاب، مگه تا حالا نشنیدی؟ همیشه حق با رئیسه. تو همونجا وایسا و هی حرف بزن. منم میشنوم چون این صندلی اشغال شده. به من میگن رئیس. من همیشه صندلی سیار با خودم میبرم. ببین هی به این میگی صندلی ها؟ من فقط میخواستم یه گلویی تر کنم. بجنگ من فقط یه کار دارم، حمل و نقل. چه کاری دارم؟ نپر وسط حرفم. بجنگ همه این کامیونا رو تاجی به هم داده به جز یکیشون. به جز یکیشون؟ یه بار من جون خواهرم رو نجات دادم، اون کامیونو به هم هدیه داد. من چی کار کردم؟ اسمشو گذاشتم کامیون خواهر. چه اسمی؟ کامیون خواهر؟ هر وسط حرفم. 20 کامیون آوردم چون الان همه جنسا رو با قیمت درست میخرم و میبرم، چون رو پیشونی من نوشته شده که من منصفم، همونطور که رو پیشونی شما نوشته شده. چی نوشته شده؟ بگو زود باش. بگو. چرا لالی؟ باید دیالوگ بعدی رو هم بگم. بگو دیگه. نپر وسط حرفم. هم میکنه. های تیبلوک، موسیقی پخش کن تا من حال اینا رو جا بیارم. باشه رئیس. چی شد؟ هی موسیقی رو پخش کن. چی کار میکنی؟ نمیتونم برم تو حزب. زود باش.
به من چه؟ من فقط خواستم آب بخورم. रईस ममनून आप सच में हम सबके माई बाप हैं। ऐसी बात नहीं है चाचा, माई बाप तो ऊपर वाला है। رئیس میدونی چی شده؟ تاجی فردا میخواد شما رو ببینه برای یه قرارداد جدید. خوب اسمی برات گذاشتم پیرلوک. 3 تا مرض تو بدن تو گیر کرده. من نمیتونم با یه نفس یه لیوان آب بخورم. اون وقت تو با یه نفس هم سکسکه میکنی، هم سرفه میکنی، هم عسه. چرا خودتو درمان نمیکنی؟ دکترم عوض کردم. اما رئیس قراردادی که تیلوک میگه برای فرداست. فردا هم تعطیله. پیرلوک شنیدی اون چی گفت؟ فردا تعطیله. تیتیله فردا تعطیله. یکی از بیننده هامون این تصویر رو برامون فرستاده با هم چهره زشت پلیس. آقای پرودان چطور شده اومدین اینجا؟ انگشتر نامزدی آوردین؟ انگشتر؟ اومدم دست گلتو نشونت بدم. نگاه کن. یه مکان عمومی یه انسان زخمی رو آزادانه کتک میزنه. حالا مردم از پلیس جواب میخوان. چون اگه قرار باشه محافظ مردم خودش ظالم باشه، پس اون وقت دیگه مردم کجا برن؟ آقای پرودان کسایی که نام و نشونی دارن اونا بدنام میشن. اما من یه وزیرم. اگه من بدنام بشم هیچ اثری از حزبم باقی نمیمونه. میشال شلیک کرده. اگه از شیو بازجویی کنن من و پسرم هر دو گیر میافتیم. انتخابات در راه و هیچ اعتمادی به رسانه ها نیست. تو اینو متوجه میشیم؟ خب میتونیم کلک شیوو بکنیم، جنازهشو میسوزونیم و بعد خاکش میکنیم. من میخوام برسم به اوج، رو آسمون راه برم و تو هنوز مشغول دفن کردن مردم زیر زمینی. من میخوام توی سیاست اول بشم، نمیخوام تو لیست سیاه. آقای پرادن بسه. حالا دیگه تو کاری نمی کنی. هر کاری لازم باشه خودم میکنم. اگه کسی پرسید بگو در حال بازجویی از شیو هستیم. اون عوضی مثل یه سگ میمیره، اما یکی دیگه اونو میکشه. فهمیدی؟ بیا بسوزونیمش و جنازه‌ش رو دفن کنیم. یکی دیگه. رئیس برای تحقیق در مورد بجرک بازرس اومده اینجا. چه؟ برو درمانگاه و این موشه خونم مریض میشن. برو. بیا جناب بازرس بیا. اولین باره که اراذل و اوباش پلیس رو گرفتن. هی رئیس. هی به هم میگی رئیس؟ میخوای تهدید من بکنی؟ خجالت نمیکشی؟ تو آدمای بجرنگ و تو راجابادی کتک زدی. کسی که لیاقت کتک خوردن رو داره حتما باید اونو کتک زد. خب اما بجرنگ کجاست؟ از وقتی تو کتکش زدی گم شده. موش میره توی یه سوراخ قایم میشه و ما مقصر میشیم. رئیس چون بجرنگ هنوز پیدا نشده تو داری زرنگ بازی در میاری. مثلا اگه پیداش کنی چی کار میکنی؟ به جرم کتک زدنش میندازمت زندان. میندازمت زندان. 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 بیا اینم کسی که دنبالش بودی. با ضربه هایی که تو زدی اومد بیرون. حالا دیگه تو هم مثل من اینو کتکش زدی، پس تو هم همراه من میری زندان. برو. اما مدرک چی؟ تو چه مدرک نداری؟ ببین دوربین مدار بسته. دوربین مدار چی؟ ببین بازرس، حالا هر دومون یه وزن داریم. اگه 2 تامون توی لیوان شیر باشه زیاد به نظر نمیاد، اما توی یه سر کچل باشه
از نظر من رئیس بجرنگ و کتک نزده بلکه عدالت رو برای برادران کشاورزش اجرا کرده. چون همیشه هم با رئیسه. بلندتر بگی. همیشه هم با رئیسه. رئیس بازم این حالیانا بیا ببخشید که اون ملاقات کنسل شد. مهم نیست خانم، میخواستم یه قرارداد برای معلم مدرسه ببندم، میخوام کارشو تموم کنم. بریم راننده خدایا چرا اینطوری کرد؟ حتی چایی هم تو دخالت نکن. اون اشتباه بزرگی کرد. واسه یه معلم مدرسه نمیشه قرارداد بست. این بر پاس بده. اگه باخت و تحمل نداره چرا بازی میکنی راجا؟ خوبی شریف؟ ببینی بازم اومدی داداش نجات بده. یک کم دیرتر اومد داداش شب عین باباش لنگ میزد. حالا حرف بزن. جواب این کارا چیه؟ اون به شما توهین کرد پدر. آقای ساتیکات، بهتر قبل از آموزش دادن به بچه‌های مردم پسر خودت رو تربیت کنی. درست و غلط اول از خونه خودت شروع کن. ببین چقدر بیرحمانه کتکش زده. فقط یه ولگرد میتونه اینجوری کسی رو بزنه. خیلی در مورد ولگرد اطلاعات داری. هی! چی میخوای بگی؟ که من ولگردم؟ رفتار پسرت که اینو میگه. سوریا! امروز برای اولین بار من دست رو کسی بلند کردم، اونم پسر خودم. از این به بعد دیگه کسی رو نمیزنی. من از طرف پسرم از همه شما معذرت میخوام. بریم. من باهاشم. ساتیکانت داداش شیف، اون به پدر توهین کرد. من هر چیزی رو توی زندگی میتونم تحمل کنم، اما اگه کسی به پدرم توهین کنه نمیتونم تحمل کنم. همه عزت و اعتبار آقای معلم رفت به باد. امروز چی شده؟ اینا رو نگاه چرا امروز هم محجوب شدن؟ از یه طرف عزت و احترام پدر از دست رفت، از یه طرف هم سرسختی و زوره بازی پسر. ببین راجان، من چیزی نمیگم چون پدرم خواسته. چه خانواده ای. پسر نمیتونه حرف بزنه، پدر نمیتونه راه بره. داداش آقا من سوریا راجان باز دارن دعوا میکنن. نشونت میدم. داداش بلند شو ببینم. بگی که اومد. سوریا! بابا تقصیر داداش نبود. ساکت! تا وقتی شما دوتا با هم کنار نیاین توی اتاق حبس میشی. تو اما پدر برو همانی جان.
نمیری بیاریش خونه ساتیاکانت؟ مگه چه کار شجاعانه این کرده که برم به استقبالش؟ اون یک قاتله، به خاطر جرمش حبس کشید. دقیقاً ساتیاکانت، اون سزای کاری رو که کرده کشیده. ببین ساتیاکانت، هر آدم خوبی یه گذشته داره و هر گناهکاری یه آینده. اگه توی این لحظات حساس بهش کمک نکنی ممکنه برای همیشه از دستش بدی. بابا لطفاً داداشو ببخش، خواهش میکنم. ببینین، من برای کاری که کردم مجازات شدم. بیاین این دشمنی رو تمامش کنیم. واسه پایان دادن به دشمنی، دشمن باید کشته بشه. زود باشین بکشیدش! مهم نیست روی مشکی چه رنگی بزنی، رنگ سیاهش بازم. و گنات این قبلا از دستمون سر خورده بود، الانم یا زندگی ساتیاکانت خارج شد. شیف خوب گوشاتو واکن. ساتیاکانت فقط یک پسر داره و اونم توی و تو ساتیاکانت کن. تو از اینجا برو. توی این ده جایی برای قاتلان نیست. و از امروز دیگه برای همه ما، حتی برای منم مردی. تو چطوری رئیس؟ عمو منو خبر میکردی میامدم. نه اینم مثل داستان چشمه و تشنه است دیگه. هر کی تشنش باشه میره لبه چشمه. ای بابا، کسی که اشک همه رو در میاره اشکش در اومده. چی شده؟ چیزی نیست عمو. مردم زندگیشونو میکنن، منم دارم به زندگیم ادامه میدم که فقط بگذره. خیلی وقت پیشان نصیحتت کردم عصبانیت رو بریز دور و با لبخند دشمنانتو نابود کن. فکر کنم یاد نگرفتی. یاد گرفتم عمو، خوب یاد گرفتم. اینم یاد گرفتم که اگه میخوای پیروز بشی دشمنتو میاری جلو، بهش میگی خم شو، میپری روش، به همین راحتی.
حالا شد. بیا در مورد کارمون حرف بزنیم. یه قراردادی هست. بیا بشینیم و حرف بزنیم. بیا. حالا بهتر شد. سفارش کار از طرف وزیر کشور جناب آقای پرادان. اون از مشتریای قدیمی منه. و قرارداد کار مال بازرس آیشمان تکوره. این پسر تازه اومده دهلی و به محض این که اومده برای خواهر آیوشمان ادای عاشق بیشا رو در آورده. عمو جان این اطلاعات کاملا درسته؟ چطور مگه مشکلی هست؟ آخه به قیافه پسر نمیخوره که یه مزاحم باشه. بعضی اوقات مردمی که به نظر پاک میان جزو خطرناکترین آدم هستن. تازه رئیس بزرگ قرارداد و قبول کرده. پس دیگه تمومه. اگه قرارداد بسته شده کارم تمومه. خوبه پس من دیگه میرم. خب دیگه میبینمت. رئیس یه مرد مسن اون بیرون منتظرته. بهش گفتم بیا داخل ولی قبول نکرد. اون بیرون زیر آفتاب داغ وایساده. برو خودت بپرس ببین چی میخواد. نه فقط میخواد شما رو ببینه و با شما صحبت کنه. اسمش چیه؟ اسمش ساتیاکانت شاستریه. چی شد؟ چی گفتی؟ ساتیاکانت شاستری. پدرت هویتت بوده، پدرت زندگیته، تنها دلیل برای زنده بودنته. نفسهایی که میکشی هدیه‌ایه که پدرت بهت داده.
میلیون ها میلیون ارزش داره. واه رئیس، آیوشمان تاکور سفارش کرده اینو بکشیم، اون وقت این عمو میخواد نجاتش بدیم، هر دوشون یه نفرن. نگاه کن. این پیرمرده کی بود رئیس؟ بابای رئیست بود. بابا گذاشتیم بره. داداش کوچیکم، داداش کوچیکم. خوش تیپه. آره عین منه. آره رئیس، پس یعنی این که کسی که رئیس بزرگ و گول زده آیوشمان تاکوره. اون اصلا پلیس نیست، یه آدمکش تو لباس پلیس. حالا چی کار میکنی؟ دهلی از اینجا زیاد دور نیست. آیوشمان تاکور، دارم میام که محل تولد تو خیلی زود به قبرت تبدیل کنم. حالا رئیس میخواد باهات بجنگه، چون همیشه حق با رئیسه. نه بچه ها، چون همیشه حق با پدره. آیوشمان رئیس پیشخستو گرفته. که اینطور من که هنوزم میگم بزن این شیو و بکشه. بسته دیگه بابا. ببین اولین بار پدرم داره پولشو درست هزینه میکنه. بس بذار کار تموم بشه. این بچه ها حتی نمیذارن چای ما تو آرامش بخورن. آی پسر برما گوش کن، بیا. بامزه است مگه نه؟ واه این چیه؟ اینو بگیر. بگیر. ویتو رو که دیدی؟ بزن اینجاش. کجا میزنی؟ اینجا. آفرین، برو. باشه عمو، ممنون. خواهش میکنم. چیکار کردی؟ خالیه؟ ها؟ آره خالیه، فقط یه تیر داره. اما ای وایسا، خدای من وایسا. نه وایسا. اسمش چی بود؟ کوپان اسمش چی بود؟ برما وایسا. آفرین. داداش تو دیگه کی هستی؟ اگه شلیک میکرد چی میشد؟ اگه میزد بیتو میمرد و پسر ورما اعدام میشد. فقط همین. قضیه رئیس و شیوم همین جوریه. چی؟ من که نمیفهمم. رئیس شیو میکشه و به خاطر این اعدام میشه. ولی رئیس که آدم خودمونه نیست؟ پسر جون، من به چشمامم اعتماد ندارم. از قدیم عادت دارم. اول آشغالو تمیز میکنم، بعد پرونده رو. سلام آنکیتا. سلام. چرا اومدی بیرون؟ از امروز به بعد موبایل توقیف میشه. در ضمن خودت هم تو اتاق حبس میشی. 200 کانال تلویزیونی هست. برو بشین خونه و تلویزیون ببین. وقتی زمان هنوبندون و نامزدی و عروسیت شد خبرت میکنم. تا وقتی صدات نکردم بیرون نمیای. ها؟ برو. برای چی وایستادی؟ زبون خوشحالیت نمیشه؟ برو. آره باشه. آیوشمان رئیس تو دهلیه. داره میدوه. ای رئیس کجاست؟ رئیس؟ داره میدوه. دو رو کامیون. آخه مرتی که مریض دویدن که رو کامیون نمیشه. ترک ای شلقم داره میدوه، اونم رو کامیونا. اونها نگاه کن.
کامیون آخه می‌بینی؟ چیکار کنم خب؟ عرق میکنم دیگه. عرقش انقدر قویه که این گیاه رشد کرد می‌بینی؟ واسه همین بهم میگن نیرومند. نیرومند؟ پس آیوشمان تاکور تویی. تیرلوک. بله. برای قرار ملاقاتمون یه لابی 5 ستاره آماده کن. میگم اینجا چیه؟ هرچی باشه من رئیسم، همیشه به تعداد ستاره ها اهمیت میدم. بشین. میخوام بشینم ولی کجا بشینم؟ اونجا نشین احمق، تخم مرغا میشکنن. این تو تخم مرغ هست؟ بشینی رو جوجه در میاد. خب آقای تاکور، چه کمکی از دستم برمیاد؟ میخوایم شیو توی زندان بکشی. آخه شما چرا اینقدر عجولین آقای تاکور؟ صبر کنین، من همه چیزو میدونم. شما اول آشغالا رو برمیدارین، بعد پرونده رو پاک میکنین. آخه آقای تاکور، اگه من اونو توی زندون تو بکشم، تو باید جوابگو باشی. همین جوری چند وقتی که رسانه ها مرتب فیلم این پسره رو نشون میدن و میرن رو اعصابت. حالا اگه من اونو بکشم، همه تو رو مقصر میکنن. خب درست میگه. پس باید چیکار کنیم؟ خب بابا ساده است. ما شیو توی زندان نمیکشیم، اول از زندون میاریمش بیرون. میذاریم فرار کنه. چی میگی آیوشمان؟ میذاریم از زندان فرار کنه. احمق نادون، نباید فرار کنه، باید بیاریمش بیرون. آقای تاکور میخواد سرهنگ بشه. اگه فردا بفهمن زندونیش فرار کرده و وقتی یه فرصت ترفیع ازش گرفته میشه و ترفیع رو باید تو خواب ببین. عجب. ببینم چی تو سرته؟ تمام اتهامات علیه شیو پاک کن، آزادش کن. وقتی ارتباطش باهات قطع شد، اون وقت من ارتباطش با زندگی قطع میکنم. ای وای، چه فکری خیلی عالی. هرچی باشه من رئیسم، همراه قرارداد مشورت مجانی هم میدم. باشه، اتهاماتشو پاک میکنم و آزادش میکنم. خوبه. اما نباید مشکلی توی قراردادمون پیش بیاد. نمیاد. چطور پیش بیاد؟ وقتی میخواد شیو بکشه منم در کنارشم. درست رئیس؟ ای زرنگ، ای زرنگ، ای زرنگ. برو بیرون، زود دار. بریم.
تو کی هستی؟ رئیس. بابا بازیکنمون وارد میدون شده. آره. وای، حالا میفهمم چرا اون بازرس آزادم کرد. برای اینکه رئیس بتونه همینجا دخلتو بیاره. منتظر چی هستی؟ زود باش، بیا منو بکش. امروز حتی بابات هم در نمیتونه. مورد بابام حرف نزن، چون من همه چی رو تحمل میکنم، ولی اگه کسی به پدرم توهین بکنه هیچ وقت نمیتونم تحمل کنم. هر چیزی رو میتونم تحمل کنم، ولی اگه کسی به پدرم توهین کنه نمیتونم تحمل کنم. داداش، من داداشتم، میخوام بغلت کنم داداش عزیز، ولی اون مارمولک عوضی اون پشت داره ما رو نگاه میکنه. ببین بابا شیف تو چنگ رئیس، کارش خیلی خوبه. حالا نقش بازی کن و یه چیزایی بگو. ولی من بلد نیستم نقش بازی کنم. این مشکل تازه وارده است، واسه همین از قبل فکرشو کردم. شروع میکنیم. ببین خوب نگاه کن، این پنجه شیره. آره، اگه تو پنجه شیر داری خب دست منم قویه و اگه کسی رو با این بزنم دیگه بلند نمیشه هیچ وقت. دستای قوی. بابا این شیف انگار از هوادارای سانی دیوله. سانی دیول؟ سانی دیول؟ تو کسی هستی که از ترس جونش فرار میکنه. این ماهیچه ها رو میبینی؟ اینا عضله نیست، آره آتیشه. ध्यान से देख इधर इधर با من عین انیشتن رفتار کن، فهمیدی؟ انیشتن؟ انیشتن؟ यार रहमान कहाँ से आ गए बे? हाँ कौन? یه لطفی بهم بکن که هرگز لطف نکنیم. من فقط یه لطف بهت میکنم و اونم اینه. الان عقلم از دست میدم، منو عصبانی نکن. زود باش، حالا خودم بده. اصلا ما بردار فرار کن، زود باش. اونا رو دیگه نخونش احمق، انجامش بده. هر چیو که گفتی انجام بده تا باورش کنم. باشه. نامرد، از پشت حمله میکنی؟ شیف و رئیس دارن دعوا میکنن. اصلا تو دستای شیفه. هنچی؟ اسلحه رو بگیر. هی فرار نکن، ماشین رو نبر. باش. هی گنده عوض نکن، اتوماته. کن نرو. بایسا. رئیس منو به این روز انداخت و فرار کرد. اون ویشال؟ بالاخره یه روز بنزینش تموم میشه. اون موقع است که اسلحه من آتیش میشه. لعنتی کثافت. الو پسرم چی شد؟ رئیس شیو کشت؟ نه بابا نکشت، اون در رفت. چی در رفت؟ رئیس برو کنار مرد، مگه نمیبینی رئیس داره میاد؟ رئیس شیو به بابا نگو من اینجام، تو برو. چرا؟ داداش تو من از زیر تمام اتهامات کشیدی بیرون. بابا از شنیدن این خبر خوشحال میشه. اون وقت شاید. چی میگی؟ دیوونه شدی؟ احساساتی نشو. از دید پدر من فقط یه لات بی سر و پام که پول میگیره و کار میکنه، یه گندلات. پدر اگه بفهمه خونه رو میفروشه تا بقیه پول بیاره بده. من پدر خودم رو میشناسم، پدر ما عزت نفس داره، سماجت میکنه. برو بهش بگو با سعی خودت اومدی بیرون. برو بگو، برو. چرا؟ پس شادی تو چی داداش؟ احساسات تو چی؟ احساسات من چی؟
تنها کاری که از من برمیاد اشک ریختن همین. برو زود باش، برو دیگه. اینا توی بازار عادیه. نامد. چه؟ این همه آدم یه جا دیدی ترسیدی؟ نه داداش، این همه گدا یه جا ندیده بودم. ای ما رو وزیر پرادان فرستاده، اومدیم ببریمت خونه باغ بازرس. آروم بیا وگرنه میزنیم. نه ترسیدم، وحشت کردم. ببینین موهای تنم سیخ شد. منو نزنین داداش، منو نزنین. رئیس فرار کن. بپر دیگه. تو بپر. بگو ببینم کسی که توی خونه نیست ها؟ بابا رئیس تنها اومده، پس آدمای ما کجا؟ سلام کچل. میتونستم آدماتو له کنم، ولی یه چیزی به فکرم رسید که اون عوضی‌ها رو اونجا ول کنم و بیام تو رو توی خونت ببینم. فکر کردم چرا نیام خونت تو یه لیوان آب نخورم و استخوناتو همینجا جلو چشمت خورد نکنم. قربان میدونی نپر وسط حرفم.
आपने को क्या है? आपने को सिर्फ पानी निकालने है। خوش اومدی تاجی. مخصوصا دعوتش کردم اینجا که ببینه چه کارا میکنی و بهش نشون بدم که این آدم تو با ما قرارداد بسته و به جای اینکه کار ما رو انجام بده جلوی ما آدمای عجل. قوانین ما اینه که اگه جونمونم بدیم زیر قرارداد نزنیم. گاهی اوقات اشتباه پیش میاد عمو جان. تو زندگی بعضی وقتا اشتباهات کوچیکی از آدم ممکنه سر بزنه. اینا تبهکارای سه‌بعدی ان اما مهربونن. یه فرصت به هم دادن که اون رذلو بگیرم اما نشد. حالا به هم فرصت دوم سوم بس کن دیگه. میخوای تا آخر عمر دنبالشون کنی؟ آقای پرادان قرارداد فسخه. چی گفتی؟ چی گفتی؟ ما قراردادی رو که باهات بستیم فسخ میکنیم. فسخ. عمو شما شنیدی؟ اینا خودشون قرارداد رو فسخ کردن. وقتی قرارداد فسخ بشه دیگه خیانت هم معنی نداره. فقط من یه زنگی میذارم. زورآور. بله. ببینم جلو تیر برق منتظر بودی؟ بله رئیس. قرارداد فسخه پس مبلغ برگشت داده میشه. خیلی هم سریع. خانم آنکیتا بفرمایید داخل. آنکیتا خانم 1 دقیقه. اون وسط حتما باید حرف میزدی؟ سلام. سلام. صاف میرم سر اصل مطلب. شما به شیو علاقه داری؟ من هی برادرتون میخواد شما رو به عقد اون احمق در بیاره. احمق؟ نگاه کنین قیافش نگاه کنین. شما به شیو علاقه دارین؟ بله. میخواین باهاش ازدواج کنین؟ بله. بله. دیوونه نشو. یه آدم همراهشه. من رئیس همین الان قرارداد ازدواج آنکیتا و شیو اعلام میکنم. ولی رئیس بدون بیانه که نمیشه قرارداد ببندی. این برخلاف سیستم شما. بله درسته حق با توه. مبلغ قرارداد هی احمق جون بیا اینجا. بله رئیس. درسته بیانه رو دادن. بالاخره پول برادر باید به درد خواهرش بخوره دیگه تمومه. هی نه رئیس بزرگ اون به جای اینکه شیوا بکشه میخواد آنکیتا رو به عقدش در بیاره. چرا هیچی نمیگین؟ خب رئیس یه قرارداد جدید بسته. قوانین ما میگه حتی اگه قرار باشه خودمون رو قربانی کنیم هرگز باید زیر قراردادی که بستیم بزنیم. از این گذشته این موضوع فقط یه قرارداد نیست بلکه نسبت خونیه چون چیز داداش منه. داداش؟ 3 بار بهتون میگم اون داداشمه. نه آیشمان یادت باشه خون رئیس دیگه کاملا به جوش اومده. وقتی هم به جوش میاد دیگه از هیچ کس نمیگذره. دمت گرم. تو درست میگفتی آیوشمان. باید اون عوضی آتیش میزنیم. باید آتیشش میزنیم. الان برو آتیشش بزن. مگه نشنیدی؟ شیو داداش رئیسه. داداش رئیس با احساساتش کار میکنه نه با مغزش. ولی من میخوام احساسو بذارم کنار و با مغزم توی لحظه درست کار کنم. بابا جون
تا این بیاد 1 2 3 همه برنامه‌هاشو پیاده کرده. شیوا آنکیتا با کامیون رئیس رفتن محسن. من احمقم؟ 1 دقیقه صبر کن. داداش کاپور، بابا همین الان به داداش کاپور زنگ بزن، تو یه لحظه تمام خاندانشو به باد میده. بابا اومد. خب بیاد که چی؟ بابا اومد. اون روز بهت گفتم با هم میریم زیارت، بعدش هم برمیگردیم. امروز میریم زیارتگاه، روز خوبی هم هست. خوشحالم که خلاص شدی و خوشحالترم چون واسه بیرون اومدنت به کمک اون گندلات نیاز پیدا نکردی. داداش بی تو. نه چون کار انجام نشد اومدم پول آقای ساتیاکانتو پس بدم. بیا تو داداش. نه میخوام برم. خواهش میکنم بیا داداش بیا. من دارم میرم، تو میای یا نه؟ میام بابا. میشه داداشم بیاد؟ هر کسی آزاده هر کاری بکنه، هر کی دوست داره بیاد، هر کی هم دوست داره نیاد. فرقی به حال من نمیکنه. این قیمتش چنده؟ جرأت میکنی از پشت به هم حمله کنی؟ زود باش داداش، دنده رو خلاص کن. چی بود؟ بیا بگیر، برو خودتو معالجه کن. بگیر. خداحافظ. این گداست، اسمش کاپوره. چی شده؟ تانک منفجر شد؟ تانک نه، الان مغز تو منفجر میشه. اینجا رو ببین، نگاه کن. گذشته شرم و برترین شب در تاریخ پلیس بود. تمام کشور با دیدن این مناظر بهت زده شدند. 25 عضو حزب وزیر کشور آقای پرادان نیمه شب گذشته مقابل تمام رسانه‌ها به جرم قاچاق انسان دستگیر شدند. فرد ناشناسی که رسانه‌ها را خبر کرد خود را مددکار اجتماعی معرفی کرد.
سخنگوی مجلس اعلام کرد تصمیم گرفته شده تا تمامی این افراد از کار خود معلق شوند. تمام قدرتم قانونگذار اعلام کرد تمام قدرتم از اعضای این حزب حمایت نمی‌کنه. زنتم رفت مارتیکه عوضی، خدا لعنتت کنه. از دست تو گوشت تنم آب شد. نه نگو قدرت تو از چنگت در آوردم. اگه یک بار دیگه بخوای به بابام حمله کنی زمین رو از زیر پات میکشم. و این فقط یه حرف نیست، پیشبینی سرنوشته. آنکیتا حتما باید بیاده. قربان شیوانی دوست مشترکمونه. مادرش توی ICU بستریه. اون خیلی شوکه شده. واسه همین فکر کردم اگه آنکیتا به دیدن شیوانی بره حالش خیلی بهتر میشه. آخه تا امروزم موفق نشدم با آنکیتا تماس بگیرم. واسه همین اومدم اینجا. خیلی خوب، ببرش. ولی قبل از اینکه مادر شیوانی بمیره خودت آنکیتا رو برمیگردونی. سمت کن. متوجه شدم، زود برش میگردونم خونه. برید. हरी आप डिम्पल। शिवानी बेचारी क्या हुआ? अरे मैं तुझे शिवानी से नहीं शिव के पास ले जाने आई हूँ. چی؟ حالا مادر شیوانی خوبه. حالا یه زنگی به شیو بزن، بیا گوشی منو بگیر. الو شیو؟ آنکیتا حالا چطوره؟ تا به حالم خوب نبود ولی الان حالم خیلی خوبه. راستش دارم میرم داداشمو ببینم. امروز یه مهمونی ترتیب داده. شما دوتا هم بیاین. افراد با نفوذ رو دعوت کرده. باشه آدرس رو برام بفرست میایم اونجا. باشه الان میفرستم. हेलो एक मिनट. हाँ बोलो भाई. ठीक है शिव, पुलिस वाले मारे थे लोग की धुलाई कर रहे. मैंने जाना होगा. तू अंकिता और डिम्पल को उनके घर छोड़ देना, समझे? ध्यान रखना अपना. फिर कब मिलेंगे? पिक्चर के एंड में मिलते हैं ना. जल्दी करो यार प्लीज, वरना मेरे डैड मुझे मार डाले. خیلی خوب خداحافظ. خداحافظ. آب معدنی میخوای؟ ممنون. آیوشمان گرفت گفت دزدیدی. چرا مزخرف میگی؟ از یه طرف ادعات میشه عاشق خواهرمی، از طرف دیگه به دوستش ابراز علاقه. من؟ با ما تماس گرفت گفت دزدیدی. چرا مزخرف میگی؟ دیمپل چی شده؟ من دزدیدمت؟ بهش بگو که دروغه. اون قبلا اظهاراتش رو گفته، براش بخون. شیف من آورد به کروکشتر و تهدیدم کرد که باید باهاش ازدواج کنم. خب بس دیگه، از اینجا به بعدش خودم میگم. شنیدی؟ هر حرفی که بزنی، هر حرفی که نزنی، علیه خودت استفاده میکنی. آیوشمان تو نمیدونی؟ تو نمیدونی که آدم ربایی جرم بزرگیه. با وثیقه کارت راه نمیفته. این دوزنت زندان مثل یه ساک زندگی کنی. میخوای اینجوری بندازیم تو تره؟ دیمپل داره دروغ میگه، خودت میدونی.
اون دروغ میگه. تو اصلا نذاشتی رو شقیقش. اون تو رو آورد اینجا. اون تو رو آورد اینجا. تو نیاوردیش. اون توی این آب داروی خواب آور ریخت و مجبورت کرد بخوریش. اون تو رو بیهوشت کرد داره. آره نه. گوش کن پسر، همه چیز روشن و واضحه. گلوت پیشش گیر کرده بود و در حقیقت توی خیانتکار آشغالی. فهمیدی؟ نشان پیاده شو. زود کار باش. میکنی؟ زود باش. آیوشمان برم کن. آیوشمان داری اشتباه میکنی. چی کار میکنی؟ به وظیفه‌ام عمل میکنم. حالا حساب تو میرسم. ببین تو این کار یه لحظه. من چی؟ من چی؟ نکنه فکر میکنی دیمپلم جزی از نقشه منه؟ اینجوری فکر میکنی؟ درست فکر میکنی. اون بخشی از نقشه منه. اونقدری بهش پول دادم که این نقشو برام بازی کنه. رئیس گفتم یاد برادر رئیست افتادم. ببین، بیا یه چیزو فراموش کن. به این فکر کن که بیچاره داداشت وقتی بشنوه چه حالی میشه. کروکشتر سرزمینی که برای رئیس مهمه و بهش احترام میذاره. اون بدجوری جا میخوره. با استفاده از تو برادر تو بیابرو میکنم. تو رو تحقیر میکنم ولی اون شرمنده میشه. به خاطر اینه که میگن مردم بی خودی این مرگو بدنام کردن. زندگی باعث عذابه. این دومین دفعه است دست روی کسی بلند میکنم و هر دفعه دست روی تو بلند کردم. فقط تو. از اون لحظه که شیو یاد گرفت با تو این ور اون مرد بره ترسیدم. शिव तुम्हारे साथ बाहर जा रहा है. حالا پشت میلای زندون داره تاوان کاراشو پس میده و مسئولش هم توی. ندای ساتیا کانت، کارای اون تقصیر این هم تقصیر اون هم تقصیر تو. خبر دارم به اسم باربری چه کاری میکنی. همه رو میدونم. این جرم و خلاف انتخاب کرد ولی تو بودی که راه نشونش دادی. آدم کشته بود اما تو قاتلش کردی. حقیقت اینه. ببین، خودت حقیقت رو نمیدونی و به جاش منو سرزنش میکنی. امروز میخوام بگم عمو هیچی نگو. هیچی نگو. تا چی بهش میگی؟ من میگم تو فقط لایق یک چیز هستی. نفرت. درست میگی آقای ساتیاکانت. لایق چیزی هستم که زندگی نصیبم کرده. نفرت. ولی یه چیزی رو قول میدم. شیو تا قبل از طلوع آفتاب حتما میاد بیرون و اگه شیو آزاد نشه فردا خورشیدم طلوع نمیکنه. این چه کاری بود کردین؟ پسر خودتونو. اون پسر من نیست. کسی که جرم و جنایت رو به پدرش ترجیح میده هیچ وقت نمیتونه پسر من باشه. کافیه. بس کن ساتیاکانت. 15 سال. من 15 سال اونو مثل پسر خودم بزرگ کردم ولی برای اون هنوز پدرش توی، همه چیزش تو هستی. اون دستمال قرمز تو رو از قلبش به خودش نزدیکتر نگه میداره. نمیدونم اون پسر تو هست یا نه ولی از نظر اون تو پدرشی. میدونی سالها پیش تو مدرسه چی زندگی سوریا رو نابود کرد؟ نه نمیدونی. تو حقیقت رو نمیدونی. تو هیچی نمیدونی. اگه قدرت شنیدن حقیقت رو داری پس گوش کن. تا وقتی رفتارتون رو درست نکردین هر دو نفرتون تو اتاق زندانی هستید. برید. برو.
آقای ساتیاکانت، شما فقط خشم سوریه را دیدین، سخاوتش را ندیدین. نه، مراقب باش. پسرم کجاست؟ پسرم کجاست؟ میبرمت پیشش. میبرمت پیشش. ای بابا چی میخواد؟ چه؟ در حال میاد. چرا اینقدر من درد دارم؟ واسه چی دستامو بستی؟ خفه. یه چیزی رو میخوام بدونم، چجوری یه بمب ساعتی درست کنیم؟ دستور عملش چجوریه؟ بهت میگم آسونه. اول RDX رو به ظرف حاوی اسید نیتریک اضافه میکنیم، بعدش با پیچ و مهره اینا رو به هم میچسبونیم، بعد با یه کنترل از راه دور دستساز منفجرش میکنیم. وای ماما چی میگین شما؟ درباره چی دارین حرف میزنین؟ من درد دارم، هیچ فایده‌ای براتون نداره که منو اینجا نگه دارین و هیچ کمکی بهم نکنین. الان میدونین چیکار میکنم؟ به بابام زنگ میزنم، اون نجات هم میده. تلفنم بابا تلفنت اونجاست. بگیرش. ممنون. حال کردی؟ یه بمبم تو این ماشین کار کنه. अबे ओ ज्यादा फुदक मत। तेरे अंदर भी मैंने ऐसा चिकी बम फिट कर दिया है। بام چیکی بام. شما تو این ماشین هم بمب گذاشتید؟ تو ماشین من بمب گذاشتید؟ برای اولین بار در تاریخ رئیس بمب تو موتور این ماشین جاسازی کرده. فقط کافیه که دکمه رو بزنه، بعد میری هوا. رئیس جونم روشنش کن ببینه. برو بید. نه وایسی خواهش میکنم خاموشش کن. هنگی شد از بین گچ. خب بگیم باید چی کار بکنم و چی کار نباید بکنم؟ اول از همه شیب باید از زندان آزاد بشه وگرنه منفجر میشی. دوم آنکیتا رو فراموش میکنی وگرنه منفجر میشی. کاملا فهمیدی؟ سوم به هیچ وجه دیگه مزاحم شیب، آنکیتا، پدرم و خانواده من نمیشی، چون من بدجوری عصبانی میشم و ارتباطتو با دنیا قطع میکنم و منفجر میشی. چهارم ولش کن داداش، هرچی میخواد باشه. من تا حد مرگ ترسیدم، هرچی گفتی قبوله، قول میدم. 3 ساعت وقت داری. قبل از اینکه زمان تموم بشه از پدرت کمک بگیر. برو کروکشتر و شیب از زندان آزاد کن و اگر هر جور بخوای در بری اون وقت میان سراغت با بم چیکی بم چیکی رای جان میگم این آهنگم منتشر کنیم بریم بازار. آره اینم میشه. عالیه. چیکی بم چیکی بم چیکی بم چی میگه؟ چیکی بم چیکی بم چیکی ای بی پدر بشگرایی. कमाल के थोड़ा पहला क्या रखना। हमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। सिर्फ 4 मिनट बाकी है। 3 मिनट है भाई। 3 मिनट। टकले, जिसने इसके बम में बॉम्ब डाला वही निकालेगा। किसने लगाया? नंदू प्लम्बर। प्लम्बर? यस। नंदू प्लम्बर फ्रॉम औरंगजेब रोड दिल्ली। प्लम्बर में सारे मंत्रियों के नल यही ठीक करता है। वक्त की कैफियत है बॉस। सबसे मकबूल तरीका और सलीका ये है कि सबसे पहले इसकी तशरीफ को फाड़ा जाए और फिर उसके बाद उखाड़ा जाए। फाड़ेगा उखाड़ेगा दादा आ रहा है।
झूठा है लायर लायर नहीं प्लायर चल मेरे कायर बिहाइंड कार्स टायर अरे बस मैं तो बन गया शायर बॉस ये सब देखेगा मुझे बड़ा मजा आएगा आई एम ऑन फायर 1.5 मिनट रह गया है 1 मिनट में निकाल दूंगा वायस करो برو هر چی میخوای بگو نگران هیچی نباش برو تا امروز چون داداشم بودی ازت میترسیدم ولی دیگه نمیترسم چون لیاقت برادر بودن رو نداری تکور میخواستی منو تو خاک خودم تحقیر کنی حالا تو همون خاک خواهرتو به عقد برادرم در میارم چون لذت زندگی رو موقعی حس میکنی که سینه دشمنان آتیش گرفته باشه بیا داداش بریم جشن بگیریم سوریه من کجا؟ همین الان رفتن ولی شما کجا رفت؟ حالا دیگه من همه چیز رو میدونم این دفعه زندگی نه مرگ عذابت میده راگونات تموم کرد و پدرتم من نتونستم نگم باید حقیقت رو میگفتم गले लगने और माफी मांगने के लिए तड़प रहे थे خیلی دوست داشت ببینته و بگه که گوش کن تو کجایی؟ آیسیو یا مردشور خونه؟ حتی اگه توی مردشور خونم نباشی به زودی میری اونجا راستی تو میتونی حرف بزنی؟ یا نکنه داری تیکه هاشونو جمع میکنی؟ من عجله دارم وقتی کارت با این منظره احساسات برانگیز تموم شد بیا دیدنم من همونجا منتظرتم توی کروکشتر الان نوبت تو خونوادته که اینجا توی خاک خودتون دفنتون کنم خیلی لذت بخشه میبینمت آیوشمان آیوشمان من همیشه بهت گفتم با پنبه سر دشمناتو ببر ولی امروز باید کاری کنیم دشمنت موقع مرگش درد بکشه باید مثل یک قهرمان باشی توی این میدون نبرد بجنگی و اون اهریمنو برای همیشه نابود کنی او خود را با خاک پای پدرش متبرک می کند او با جنگیدن برای پدرش زندگی خود را به خطر می اندازد خون او به خاطر دردهای پدرش به جوش آمده
هنگامی که پدر تحقیر شد پسر به تمام دنیا گفت پیوندی که با پدرم دارم را نشانتان میدهم. اگر پدرم درد بکشد تمام دنیا را نابود خواهم کرد. اگه تنهایی بکشمت لذتش خیلی بیشتره. این که امروز جلوتر رئیس نیست، پسر اون پدره.
الان نوبت تو خانوادته که اینجا توی خاک خودتون دفنتون کنم. خیلی لذت بخشه. حتی اگه توی مردشور خونم نباشی به زودی میری. من همونجا منتظرتم توی کروکشتر. حق با پسرم.